برای گلم شیخانه وطن من براتون نکاتش رو میگم، لطفاً یادداشت کنید. ای وطن من، ببینید ای وطن من، میدونیم که ای حرف نداست و وطن من منادا، و اینجا چون ای حرف نداست و وطن غیر از انسان بعد از حرف ندا قرار گرفته، میگیم اینجا آرایه تشخیص داریم که ای وطن من. پس شما هر جا ندا بود، حرف ای ندا بود، کلمه بعدش غیر از انسان باشه، اون آرایه تشخیص داره. ای وطن من شبه جمله، یه جمله و آرایه تشخیص هم داره. ای ایستاده در چمن آفتابی معلوم وطن من، ای تواناترین مظلوم. معنی کنیم، میگه ای وطنی که مانند درخت در سبززار مقابل آفتاب روشن ایستاده ای. وطن من یعنی ای وطن من. ببینید اینجا باز ای ندا، ایستاده در چمن آفتابی، ای وطنی که ماننده، اینجا منادا وطن بوده که حذف شده. در چمنم سبززار مقابل آفتاب روشن، معلومم آشکار و روشن، میگه تو ایستاده ای. وطن من یعنی همون ای وطن من، ندا ای بوده که حذف شده، وطن منادا و اونجا آرایه تشخیص هم داریم چون منادامون غیر از انسان هست و آرایه تشخیص هم میتونیم اینجا در نظر بگیریم. خب میگه ای وطن من که مانند درختی در سبززار مقابل آفتاب روشن ایستاده. ای مظلوم من که تواناترین و قوی ترین سرزمین هستی. ای مظلوم من، باز به وطن برمیگرده که تواناترین و قوی ترین سرزمین هستی. من تو را دوست دارم. تواناترین صفت عالی هستش. ای نداست، منادا باز به وطن برمیگرده که مظلوم هست و تواناترین قوی ترین سرزمین هم هستش. تو را دوست دارم. من تو را دوست دارم. تواناترین مظلوم، اینجا متناقض نما هم میتونیم براش در نظر بگیریم. بین توانا و مظلوم تضاد هم هستش، پس متناقض نما یا همون پارادوکس. تو را دوست دارم. ای آفتاب شمایل دریا دل که نام خیابانهایت را شهیدان برگزیده اند. خب شمایل این چهره، صورت، سیما. باز میگه ای وطن که ظاهرت مانند آفتاب روشن است و دلت مانند دریا وسیع و بزرگ و بخشنده است. خب شمایل پس گفتیم صورت، چهره، سیما. دریا دل، کسی که دلش مانند دریاست، کسی که بخشنده و شجاع است. کنایه هم داریم از دلیر و شجاع، پس دریا دل کنایه از دلیر و شجاع. آفتاب شمایل استعاره از میهن رو هم میتونیم براش بگیم. آفتاب شمایل استعاره از میهن هم میتونیم براش در نظر بگیریم. کسی که چهره شبیه آفتاب داره، برای ای آفتاب شمایل هم میتونیم بگیم که نام خیابانهایت را شهیدان برگزیدن. ای فروتن نیرومند. خب ای وطن باز هست که آرای تشخیص داره که باز به وطن برمیگرده. نام خیابانهایت را شهیدان برگزیدن، اینجا میتونیم کنایه برش در نظر بگیریم. کنایه هم که خیابانهای تو مفهوم و معنی شهیدان رو به خودش گرفته و خب پس کنایه از اینکه خیابانهایت رنگ و بو یا مفهوم و معنی شهادت رو به خودش گرفته و نام شهیدان رو در خودش با افتخار جای داده.
آفتاب شمایل دریادل، آفتاب شمایل و دریادل هم آرایه اینجا آرایه تشبیه هم داره که حالا میگیم آفتاب مشبهون به هست و شمایل مشبه. شمایل هم که گفتیم صورت و چهره و سیماست. وجه شبهشون هم درخشان بودن و زیبایی آفتاب رو داره میگه که اینجا مشبهون بهمون هم هستش. خب ای وطن بوده، ای باز نداست، وطنش منادا که هست شده، شبه جمله هم هستش. دریا دل، باز دلی که به دریا تشبیه شده، دوتاشون اضافه تشبیهی هم هستن. دریا مشبهان به و دل وطن میشه مشبه و بزرگی و عظمت که برای دریاست رو هم وجه شبه در نظر میگیریم. این قسمت دل و شمایل داشتن وطن رو هم آرای تشخیص میتونیم بگیریم و دریا دل واجره در حرف ده هم میتونیم بگیم. خب ای فروتن نیرومند، ایستاده ایم در کنار تو سبز و سربلند و تان درخت گردوی کهنسالی و پیش از آن که من خوف تبر را نگرانم تو ایستاده ایم. خب حالا میگه که ای وطن قوی، متواضع، فروتن، نیرومند که ما در کنار تو سبز با تراوت و شاداب و با افتخار ایستاده ایم و تو مانند درخت گردوی کهنسال هستی که با عظمت و ابهت و ریشه‌دار هستی و بیشتر از این که من از ترس تبر نگران باشم تو استوار ایستاده‌ای، مقاوم هستی. روزهای سختی بوده که من میبینم که تو در مقابل مشکلات دوام آوردی، که اینجا خوف باز ترس و بیم رو نشون میده. خب در ای فروتن نیرومند باز به وطن برمیگرده. فروتن یعنی متواضع و افتاده بدون تکبر. سبز هم اینجا کنایه از با تراوت بودن رو میتونیم بگیریم. پس سبز کنایه از با تراوت بودن که تو با تراوت، شاداب و با افتخار هستی و ما در کنار تو هم قرار گرفتیم. خب تشبیه پنهان وطن به درخت که وطن به درختی تشبیه شده که سبز، سربلند، ایستاده است، مقاوم، فروتنه که آرایه تشخیص هم برای قسمت میتونیم بگیریم. و تو مانند درخت گردوی کهنسال هستی با عظمت، ابهت، ریشه دار که اینجا هم تشبیه رو هم آورده. خب پیش از آن که من خوف تبر را نگرانم. خوف گفتیم ترس و بیمه و وطن اینجا به درخت گردو تشبیه شده. نگران اینجا باید ما آرایه ایهام رو براش بگیریم که آرایه ایهام یکی در حال نگریستن و یکی هم مضطرب و پریشان بودن که در اینجا هر دوتا رو میتونیم مد نظر بگیریم که اینجا آرایه ایهام داره، یعنی یا میتونیم بگیم که در حال نگریستنه و یکم که مضطرب و ترسان هستش. خب ایستادن که اینجا میگه ما ایستاده ایم کنایه از مقاوم بودن هم هستش و میرسانه که و همچنین اینجا تو ایستاده ای کنایه از مقاوم بودنه و اینکه ما هم به خاطر اینکه تو مقاوم و محکم هستی ما هم مقاوم و محکم کنار تو میستیم و ایستاده ایم. تبر مجاز از دشمنی ها رو بیان میکنه. را در اینجا رای فک اضافه است. حرف فک اضافه که بین مضاف و مضاف الیه فاصله میندازه بهش فک اضافه میگیم. خب نگران بودن هم که گفتیم آرایه ایهام داره. تو ایستاده ای، مقاوم و محکم هستی.